این کفش منه. من باید برسم به کجا؟ برسم به مقصد. این کدوم کشور؟ یونان. 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 بله. این کشور چین هست. این آلمان هست. تشکر. سلامتی هستم. I was just 8 when I read the story of the alchemist for the first time, and I read it 8 times to now. I kept asking myself what made Santiago leave his vision ship in search of the treasure that he saw in his dream, and travel to unknown destination. Many years have passed, and now I understand that people love traveling, not because of treasures, they pursue their dreams to find the true meaning of life. There are people like Santiago in real life who have realized that the world is like a book, and those that do not travel read only one page of that book. عاصم آقا اگه جسارت نیست برای چی شما اومدین این شهر ما؟ یه فیلم ده یه فیلم مستند در مورد یه دو شخص ایرانی اینجا زندگی میکنه. یه فیلم مستند درباره دو شخص سوار. اسمش اسماعیل صالح آبادی اگه میشناسی. اسماعیل صالح آبادی ایشون که معروف آقا دیگه، این که از دوست خودمه. آره مشهور اینجا تو نیشابور؟ جان آره. What's the best country you ever been? I mean, which one you liked most? When I visit all the country around the earth, I find the best country my body and the best city my heart. If we take this badly and goodly subjects all the world, anywhere on the earth, we find the God make everywhere a car. Not very difficult. Not difficult. A car. A car. بزرگواری دست به درد نکنی. خواهش میکنم. تشکر. مستند سازا معمولا ارزان سفر میکنن. شما ماشاءالله پولدار هستید. من بعد مالزی رو ببینم، اندونزی رو ببینم، من کفش من نمیبینم. من بعد اونجا رو ببینم. همینقدر کفشی باشه که پای من رو زمین نباشه برام کافیه. البته من اینو دوختم، باز دوباره پاره شده. من کوهنوردی رفته بودم. روی اون کوها دوباره سنگلاخ اینا بود، پاره شد. باز دوباره خواهم دید. این مثلا افکار شما و ایده شما خیلی بحثای فلسفی مثلا میگی، مثل اینکه صنعت و تکنولوژی و انسان و توسعه و پیشرفت فلسفه نمیخونید شما؟ این خیلی همه بحثای فلسفیه. اصلا نگاه کنید، من خورشید میدانم، خورشید یک کره خیلی بزرگی است. زمین به دور خورشید میگرده. نور خورشید بسیار برای انسان مفید است. بعد من اینا رو در مورد خورشید خب میدانم، ولی یک نفرم که نمیدانه باز اونم از نور خورشید استفاده میکنه. حالا ما در اصلا زندگی و حیات فلسفه هست. حالا یکی فلسفه رو به زبان جاری میکنه، یکی نه، اصلا تو این فلسفه بدون اینکه خودش بدانه داره کار میکنه، داره زندگی میکنه. اقبال لاهوری یک شعری دارد، میگه آدم از بیخردی بندگی آدم کرد. حالا پیاده بشیم به مناسبت اینکه اینجا شیخ عطار است. I had met Ismail 5 years ago. We talked to each other for a couple of hours.
He told me about his biking around the world. We talked about his personal philosophy and how he sees life. It was interesting for me, and from that day on, I wanted to see Ismail once again, and I even thought of making a documentary about him. این همه سفر هم میکنید چجوری زندگی از لحاظ شغل اصلی من شغل اصلی هم سیمپیچیه، رشته برق. اونم تا فوق دیپلم تحصیل کردم و دبیر فنی هستم، دبیر فنی بودم. نه بازنشست شدم 3 سالی. 3 سال پیش 3 سال قبل بازنشست شدم و اونم بیشتر سعی کردم هم کار و هم تحقیق باشه. ضمن که من برق قبول ندارم، ادیسون من قبول ندارم. به هر صورت به نظر من به نوعی به بشریت خیانت کرد. مثلا چجور؟ مثلا یک روزی من در منزل بچه‌ها، من خودم دوست ندارم برق داشته باشم ولی خب برصد بچه‌ها برق لازم دارن. یه روز من به بچه‌ها گفتم که بابا شما همیشه برق روشن هست، حالا به نفع شما، حالا که من برق نیاز ندارم، اعتقادم ندارم، امروز شب دلم میخواد برق خاموش باشه. و اینا وقتی که قبول کردن، بعد ما همینجا بیرون که تابستان بود بیرون خوابیده بودیم، این بچه من کاوه گفت بابا این آسمان چقدر زیباست، چقدر این آسمان زیباست. گفتم پسر من همیشه زیبا بودی، همیشه زیبا بودی، خدا لعنت کنه این ادیسون آمد ترکیب به هم زد. چرا الان تمام ضایعات بیولوژیکی در انسان و حتی حیوانات مال همین مسائل تکنولوژی هست. ایشون پزشک حاذقی بوده، میگفته من بهترین پزشک دوران هستم. مثلا در زمان مغول ایشون بوده، وقتی که جنگ بوده میزدن سر سربازا رو جدا میکردن، ایشون این سرها رو پیوند میزده. 2 ماه بعد این آقا دوباره میرفته به جبهه. مورد دیگر شخصی میاد گدایی کنه، بعد ایشون هیچ چیزی نمیده بهش، میگه فلان تو این همه مستقلات دارید، ثروت داری، چجور میخوای بمیری؟ بعد آقای عطار به این شخص میگه تو چجور میخوای بمیری؟ اون جوانم میره یه جا دراز میکشه، میگه خداحافظ من رفتم. میمیری، تمام. من 1 سال راننده کامیون بودم فقط برای ثابت کنم که من میتونم رانندگی کنم، این علم من میتونم داشته باشم ولی علاقه ندارم. خب من الان با این کاری که داشتم و مزدی که میگرفتم، خب وقتی که من ماشین دوست ندارم، خب یه دوچرخه مگه چقدر قیمتشه؟ 150 تومن، 200,000 تومن. ولی یک ماشین کوچیکی، یک ماشین متوسطی بخوای بگیری باید 7-8 میلیون پول بدی. خب این 7-8 میلیونی که همکارای من دادن ماشین خریدن، من رفتم جهانگردی. شما الان هر بازنشسته در هر مملکتی که شما تصور کنید یا استراحت میکنه و الی آخر، ولی من اون بازنشسته هستم که اصلا استراحت بکنم من مریض میشم. من باید شرایط زندگی من باید سخت باشه، تو طبیعت باشم. اصلا راضی هستی در این زمینه؟ احساس نمی‌کنی که من برای خدا نه زوم کردی یا نه این احساس نمی‌کنم که بمونه. من غم دیگرها نمیخورم. مثل این الان سفر تایلند و مالیز و اندونزی داری میری، چند سال مثلا بودجه گذاشتی برای این 3-4 ماه که اونجا خواهی؟ من 1 میلیون تومان رفت و برگشت خرج خودم بوده، حدود 500,000 تومان یا 5 میلیون تومان هم خرج خانواده است. خب اگر قرار باشه موز کیلو 200 تومان باشه، من خامخوار هستم، من خام میخورم. خب 3 کیلو موز بخرم میشه فوق 600 تومان، هنوز $1 هم نمیشه. من روزی $5 برای خودم اونجا پیش بینی کردم، خرجم هست. خب $5. شما اگر موز کیلو 200 تومان باشه، من 3 کیلو هم موز بخورم، این هنوز $1 هم نمیشه، کمتر از $1.
پس این فلسفتون جی تو یک مسئله است میگه که آدم دانا جهانگرد میشود، آدم نادان سرگردان. جهانگردی همینجوری نیست که سرت بندازی پایین و بری. مثلا من 6 ماه 16 روز تو اروپا بودم، یادم نمیاد $1 خرج هتل یا مسافرخانه داده باشم. من چادر میزدم. همیشه شادو. بله. اینجا آرامگاه خیام هست. 95% انسان ها مثل هم هستن. اصلا من یک وحدت خیلی 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 نزدیکی دیدم بین انسان ها. دنیا. بله، تو تمام انسان ها. از لحاظ فیزیکی داری شما صحبت میکنین، از لحاظ اخلاق و روحی؟ نه، ارتباط. اینا یک وحدت هست. لیوان میش هست که اینجوری گذاشتن به قبرش. این شعر من میخورم و تو میکنی بدمستی، از می زیاد صحبت کرده. البته می اینها شاید می عرفانی بوده، مثلا یک معنی میدن بهش. بله، مثلا یک مطلب خوب رو میگن می. حتما می شراب نیست، عرق نیست که بخورن. اینجوری بوده بالاخره. حالا که اینجوری استنباط میشده. گنده شعرشو؟ بله. مثلا شما یعنی قبول داری که باید همه آدم مثلا یک زبان باشن، همه متحد باشن؟ 100% قبول دارم. چجوری به نظرت این میشه؟ به حرف من که نمیکنن. من چه ندم. شما به نظر مثلا چجوری میتونیم برسیم به همین جا که واقعا همه آدم ها یک زبان مثلا؟ هم چی زبانه؟ کدوم زبانه؟ یه مطلب من به شما بگم. من یه روزی من در پاکستان بودم با دوچرخه. من یه جایی استراحت میکردم. بعد دیدم این شغالا دارن اونجا صدا میکنن. مثلا بعد من دیدم اون صدای اونها شغالا با صدای شغالا اینجا یکی هست. بعد من همونجا گفتم با یا سگای اونجا پارس میکنن مثل سگای اینجا هستن، یا الان گنجش که جیک جیک میکنه اینجا با گنجش که اونجا جیک جیک میکنه یکی هست. چجور شده این انسان تفریح رفته؟ این اگر چنانچه نمیتونه وحدت ایجاد کنه، بگذاره که مثل همون خیلی خیلی قدیم ها ما هم اینجور یه صداهایی در بیاریم با اشاره. مثلا زبان اشاره. فرض که من به شما بگم بریم، بیاد بریم. بعدش چی میخوای بگی؟ بله، شما جوان هستی، جوان امروزی، تو هتل میخوابی، لابد سرتم زیر پتو میبری، لابد غذاهایی که خاصیت غذایی ندارن ولی تشریفاتشون بالاست میخوری. ولی من سعی میکنم تا جای ممکن باشه توی هوای آزاد بخوابم، تا جای ممکن باشه. من دوست دارم توی کلاس دانشگاه درس بخوانم، باز شبا برم تو کوه زندگی کنم. این علم به خاطر یک تفریحه. من علم میخواد چیزای خوب از این روزگار معاصر بگیری ولی با نگاه داری همون روز قدیمی مثلا. آفرین سنتی باشه. همون موقع درس میخواندم با خودم عربی حرف میزدم. انا اريد اروح به زیارت صدیقی. من میخوام برای دیدن دوستم برم. انت افهم؟ انا افهم. شکرا. ترکی ارگندم ده. من این ترکی، من این دلیت فارسی دی، اما من ترکی، عربی، انگلیسی ارگندم گزیور نه. بلدی سن ندی؟ یوخ. چی را داره؟ دنیا مگر جای عشق نه، هم دارم عشق منه. من تا عشق معنوی پایداره، عشق غیر معنوی ناپایداره. بزرگوار ارزم مستندسازی هستن از کشور لبنان، البته فارسیم بلدن. ما آقای صالح آبادی تو روز جمعه بود جاده باغرو با هم دیگه آشنا شدیم و بعد دیدم با کفش اسکیت و تبلیغ کرد که آره شما میتونی. ما هم
هم دیگه. از اون روز بعدش اومدیم واسه خریدمون کردیم. از همون روز ما داریم فعالیت اسکیتی و هر روز ساعت 1 تا 3 من هر روز از اون روز دارم میرم. سعی کردیم مثلا این اسکیت نبوده اصلا در اینجا. اولین بار تقریبا ما این اسکیت آوردیم. من اسکیت تو خیابان اسکیت بزنم تو خیابان. بهت میخندن بخندن اصلا بخندن بگریم. من کار خلافی که نمی کنم که با اسکیت را رفتن تو خیابان این خلاف که نیست که خب بخند خب بگریم اصلا مسخره کنن نکنن. من اصلا نمیشنوم و نمیبینم. من اسکیت دوست دارم و با اسکیت میرم. البته من بیشتر گرش محیط زیست دارم روی اسکیت و به چرخه که کلید میکنم. دوست دارم که ماشین، گازوئیل، بنزین کم مصرف بشه، هوا کم آلوده بشه. سوال پیش میاد که آیا نتیجه داره؟ هرچی نتیجه کم داشته باشه این نتیجهش از سکون بهتر. ایشون خانم شما؟ بله من از دست همیشون فرار میکنم. ایشون بچه پسر شما هست؟ بله چه پسر بزرگی من هست. چند پسر داریم؟ بله یه دختر. دو تا پسر یه دختر. همیشه وقتی که تو میخوای بری مسافرت خانم تازه‌اش چی مثلا؟ من به خانم عرض داشتم گفتم شما حساب کنین من یک مأموریت فرهنگی دارم. مگر یه وقتی که آدم توی کار فرهنگی بخواد فعال باشه کار کنه، کار فرهنگی همش خواندن نوشتن نیست. بعضی وقتا با یک سفر و یک عرضم حضور شما یک مشقات و یک سختی هایی باید ثابت کنی که آقا جهانگردی یعنی این. دوست داری نیستش پدر شما بشی؟ سفر کنی دوست داری؟ هیچ کس که مثل پدر من نمیشه. عکس ادعا کنه ظرف یک هفته جا خالی میکنه. هیچ که پدر من نمیشه. علاقه دیگه وقتی علاقه به این کار دارن نمیشه جلو علاقهش بگیره. جور دیگه ناراحت میشن. پس اینجوری هم برای زندگی ما خوبه که خوشحال باشن هم باعث افتخاره. من بلیت واحد گرفتم از خانم. دیگه بگو من ندارم از دقیق. ولی خب بعضی دوست دارن همه جای دنیا رو میشناسن. میگن ما همه جای دنیا اصلا خدا برای ما خلق کرده. وقت درگیریه وقت شروع میشه که کسی نظر سویی داره. بلیت برای تهران میخوای بگیری الان؟ بله بلیت برای تهران میگیرم. میرم تهران. از تهران کی میری تهران؟ من یکم بعد دوم از اونجا پرواز دارم میرم بانکوک. Most people believe in God. They believe in fate and never seek their fortune because they are afraid of losing what they already have, and instead they prefer to live their normal lives and forget all about their dreams. But some people are ready to lose everything in order to get to what they really want. با این دوچرخه چند کشور رفتی تا حالا؟ این دوچرخه جایی نرفته. این دوچرخه سپوس کردن مثل همین هست. من فقط تو شهر استفاده میکنی؟ بله این تو شهر میرم مزرعه. بله. تا تو زندگی چند دوچرخه عوض کردی؟ 10 تا. 10 تا؟ بله. این دوچرخه صبح 11 هست. بله بفرم. باید خب سفره با ما مسلما واسه هر کسی جالبه دیگه که شما رو کشونده تا اینجا. همون خاطراتی که تعریف میکنه مسلما برای ما تجربه است که ما خواستیم بریم بتونیم استفاده بکنیم. من هم درس میخونم هم در اسکیت دوچرخه. مسکر که رفتی بودیم دوز. بله. چی درس میخونی؟ من متالورژی میخونم. مسلما پدر من اگه این مسافرت ها رو نمیرفت خب سالهای زیادی تابستونای زیادی این مسافرت ها وقتشو گرفت. خب فرضاً از نظر اقتصادی خواستم بررسی کنم اگه اینا رو داخل نیشابور بود شاید وقت میذاش برای اینکه مثلا درآمد بیشتری ایجاد کنه. When Santiago decided to travel, his dad told him, "Fine, travel around the world and you'll understand
that this is the most beautiful place on earth. And whatever you want, you can find it here. San Diego went around the world and finally he returned, but not because of what his dad had told him. He had his own reasons. He had found out that the treasure is where your heart belongs to. هنوز زود نیست. حتی پدرت بهت میگه ازدواج کن. آره پدرم دوست داره مسئولیت ما رو زودتر گردن خودم بندازه تا راحت‌تر. هنوز میگفت 15 سال بعد کسی بله ازدواج کنه. شما اصلا اونجا میگفتی باید مثلا ما 6 میلیاردیم باید 2 میلیارد بشیم. پس شما اصلا این تناقض میکنید. میشه گفت به نوعی تنظیم خانواده. The story of the alchemist was one of those signs that made me listen to my heart and take my dreams seriously. Because life goes on, and there are real people just like Santiago and Ishmael. And we all have our own mission, and we have to accomplish it. Otherwise, we will never meet the girl in the desert. از کی که بازی میکنی؟ من از کودکی چه درس خوندی؟ من رشته تجربی خوندم تا دیپلم، بعد فوق دیپلم رشته برق خوندم. من بعدش چیکار کردی درس خوندی؟ من بعدش 10 سال تو تحقیقات کشاورزی بودم، آزمایش‌های کشاورزی برای آفت. بعد رفتم تو رشته برق. من به برق علاقه زیاد ندارم به برق، ولی در هر زمینه حساب کنید در کل صنعت و یا حتی بهداشت به انسان خدمت نکردی. من میدیدم که بچهای روستا با امکانات کم بسیار از بچهای شهر قوی تر هستند. الان هم همینجوری. قدیم مردم زندگی نمی کردن، خیلی خوبم زندگی می کردن، خیلی قوی هم بودن. کی شروع کردی فکر کردن که واقعا تو راهی که داریم این تکنولوژی ها به داد ما نمیخوره؟ یکی از دانشمندان زیست شناسی میگه بشر زود هست روی دو پاش ایستاده. بشر 100 یا 200 میلیون سال دیگه لازم بوده که روی دو پاش ایسته، چون این قسمت بدن سنگین، این کمر یک لایه. این بعد 200 میلیون سال دیگه این قفس سینه اینجوری بیاد وصل بشه به اینجا، یه ترکیب استخوانی چارچوبی بشه مثلا برج ایفل. بعد اون وقت بشر روی دو پاش باید وایسته. اگر میبینید که صنعت و تکنولوژی برای بشر مضر هست، با این تبلیغاتان ما راشی رفتیم اجرا کردیم. شما هم با این تبلیغاتتان صنعت رو نمیگم کورش کنید، مهارش کنید. سالها طول کشیده شده، میلیون سال اکسیژن ساخته شده. همینجور شما فلفور برای از اینجا تا اونجا برید میچسبید به تاکسی یا ماشین. این اکسیژنی که میلیون ها سال طول کشیده ساخته شده، همین مفلکی شما عوضش میکنید به دی اکسید کربن. خواهی دی اکسید کربن چقدر طول میکشه باز تبدیل به اکسیژن بشه؟ اون تازه اون اکسیژنی که طبیعت ساخته بشر نمیتونه بسازه. بله من اینجا بده، من همینجا بده نبودن. وقتی که میان مسافرت دلتون تنگ میشه با خیلی شما؟ من همیشه دوست دارم اینجا باشم. این آزادی هست و این بی‌بنده‌باری. اونها آزادی و بی‌بنده‌باری جدا معنا میکنن. بی‌بنده‌بار نیستن ولی آزاد هست. ولی در اینجا این آزادی هست، این بی‌بنده‌باری اینجوری معنا میشه. یعنی این آزادی، این بی‌بنده‌باری رو سر آزادی زده. تا میگم آزادی، این بی‌بنده‌باری روی آزادی هست. ولی در اینجا این کلمه جدا معنا میشه. من اینجا کاندید شورای شهرم بودم
و من با این بیل تو خیابان را میرم، هیچ کس از من ایراد نمیگیره، هیچ کس به من طعنه نمیزنه، میدونه که من علاقه دارم، میدونی من به این کشاورزی خیلی علاقه دارم. بعد به علمم علاقه دارم، من دوست دارم مثلا استاد دانشگاه باشم، ولی کن در هفته یک روزم خیابانا رو جارو کنم. حق من هست که من توی نظافت شریک باشم. من وقتی که در اینجا به دنیا آمدم بعد این فکر کردم من به این دنیا آمدم، چه از یک روستا چه از یک شهر، و من فقط فوقش 100 سال عمر میکنم حد اکثر. چرا در اروپا رو من نبینم؟ چرا نبینم؟ من چرا کشور چین و کانادا رو نبینم؟ چرا نبینم؟ من بچه بودم یادم هست این روستا خیلی روستای آبادی بود، این روستا خیلی آباد بود، خیلی جمعیت زیاد بود، همینجا بازی میکردن، خوشحال بودن، گیم داشت، تیم داشت. ولی الان شما میبینید همه خرابه هست. از وقتی که این صنعت آمده نگاه کنید همه اینده خرابه، اصلا جمعیت نیست. این کجاش پیشرفته است؟ این شما به این میگین پیشرفت؟ یکی از اون انگیزه های عمده من این بود که میخواستم ثابت کنم بدون ماشین، بدون سوخت‌های فسیلی، بدون آلودگی هوا میشه به نقاط مختلف دنیا سفر کرد. به مردم برسانید که بدون ماشین هم میشه به دور کره زمین چرخید، از این کشور به اون کشور رفت، از این شهر به اون شهر، حتی از محل کار تا خانه حداقل با دوچرخه رفت آمد بشه یا با اسکیت رفت آمد بشه. ولی من میبینید با همین زراعت و با همین زندگی شاید پایینتر از متوسط بسیار خوشحالم هستم، نگرانم نیستم و سفر کردم. با قناعت میشه اصلا ایدال زندگی کرد. من فکر میکنم که من ایدال زندگی کردم. منظره به این خوبی من دارم. این کشاورزی رو بالاخره یا کم یا زیاد ما داریم. مشکل ما اینه که صنعت آمده از اون بالای بالا گرفته تا 10 کیلومتر پایین‌تر اون زمینا رو با تراکتور میکاره، با کمباین هم جمع میکنه. ما همینجا دستمون بسته، ما اینجا یه خرابی بیشتر نداریم. بهترین مکان دنیا همینجاست که ما وایستادیم و بهترین مناظر دنیا این غروب خورشیده. وقتی که من راضی باشم دیگه آقا بهتر از این دیگه نیست، آرام میشم. آرزو میکنم که این روحشان به یک شکلی پرورش پیدا کنه، آماده بشه که از این بهترین صحنه هایی که طبیعت میسازه، از این بهترین صحنه ها واقعا میشه گفت به نحوی حظ ببرن. همیشه من تو این باغم کار میکنم و این غروب آفتاب رو تحتیل میکنم، فقط به این غروب آفتاب نگاه میکنم. حقیقتا یک عظمتی است که من همیشه این صحنه رو نگاه میکنم، همیشه این مطلب من چه فکر میکنی وقتی که مثلا این عظمتی است، یک نظمی است، یک موهبتی است، مثلا عجیب است، جالب است. It is very interesting. تو آپارتمان ها اینا نیست، تو شهر اینا نیست. من هم اینجا وای میستم چند دقیقه دیگه ماه میاد، مهتاب میشه اینجا. Thank you. And see you later. Thank you for always. نه کشتی نه. کشتی. چرا نه؟ خدا. میبینم. Thank you همچنین. خدا. سعدی یک شعر داره میگه سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زدم. همه دنیا میشه گفت به نحوی از من هست، میتونم من همه دنیا رو ببینم. حالا اگر روابط بین کشورها یک مقدار خدشه دار هست دیگه، اون مربوط به
من نمیشه مربوط به حیمنها و لیدرها هست. اونا یک راه زحمت بکشن، یک راه پیدا کنن که این بشریت متحد بشه، بشریت آرامش داشته باشه. من اونهایی که تصویر منو میبینن، اونهایی که صدای منو میشنون، من براشون آرزوی یک محیط آرام، آرزوی صلح، صفا، ورزش، آرزوی جهانگردی براشون دارم.